در میان صخره‌های بلندی که همچون برج‌های پاسدار بر فراز دشت‌های ایران قد برافراشته بودند، مردی بود که نامش بر همه زمان‌ها و مکان‌ها سایه می‌افکند. حسن صباح. حسن صباح در سال 1050 میلادی در شهر ری متولد شد. دورانی که ایران در میانه تغییرات و تحولات فرهنگی و سیاسی عظیمی قرار داشت. کودکی او در میان کتاب‌ها و مجالس درس گذشت. چشمانش تشنه حقیقت بود و روحش در پی یافتن معنایی والا در این جهان مادی. در جوانی به سفری طولانی و پرماجرا دست زد. از کوچه پس کوچه های قم تا دل صحرای سینا او به دنبال حقیقتی میگشت که در هیچ کتابی نیافته بود. به طوری که درباره کودکی خودش مینویسد: از 7 سالگی به علوم مختلف علاقه داشتم و آرزویم بود به عالمی متدین تبدیل شوم. در 17 سالگی در شهر ری با فردی به نام امیره زراب از مذهب اسماعیلی اطلاعاتی کسب نمود. طولی نکشید که حسن جوان شیفته راه و منش اسماعیلیه شد. در مصر و شام با تعالیم اسماعیلیه آشنا شد. تعالیمی که وعده عدالت و برابری میداد و به او نشان میداد که چگونه میتوان در برابر ظلم و ستم ایستاد. قلب او به این تعالیم گروید و روحش به پرواز درآمد. نهایتاً استعداد و نبوغ او خودش را برای بزرگان مذهب اسماعیلیه نمایان کرد و حسن به چشم آمد. حسن نوجوانی کنجکاو بود که همیشه در جستجوی دانش و معرفت بود. او در نوجوانی به همراه خانواده اش به نیشابور رفت. نیشابور با دانشگاه‌های بزرگ و مراکز علمی فراوان به حسن فرصتی داد تا در محضر بزرگترین دانشمندان زمان خود به تحصیل بپردازد. او به سرعت در علومی همچون ریاضیات، نجوم به تبحر رسید و نبوغش مورد تحسین همگان قرار گرفت. حسن پس از اتمام تحصیل با احترام و نفوذی که در بین بزرگان داشت، توانست در دولت سلجوقیان نفوذ کند. اینجا بود که دشمنی میان خواجه نظام الملک، وزیر وقت دربار، و حسن صباح کلید خورد. اختلاف این دو بیش از هر چیزی به مذهبشان برمیگشت. چیزی که برای حسن از هر چیزی مهمتر بود. خواجه نظام الملک سنی بود و حسن اسماعیلی. اختلاف این دو موجب شد تا به شدت تنش را افزایش دهند. خواجه نظام الملک که از هیچ کاری دریغ نمی‌کرد تا ضربتی بر حسن و اسماعیلیون بزند، کینه‌ای در دل حسن کاشت که در سالیان تبدیل به سنگی در قلب او شد. سنگی که هرگز نشکست و نهایتاً موجب شد حسن دست به اقداماتی بزند که تا هزاران سال پس از او همچنان ورد زبان هاست. نهایتاً خواجه نظام الملک که از نفوذ و قدرت بیشتری برخوردار بود، توانست حسن را از دربار سلجوقی اخراج کند. نفرت حسن از نظام الملک دو چندان شده بود، اما حسن واقع گرا بود. میدانست که فعلاً کاری از دستش ساخته نیست و باید صبور باشد تا بتواند در موقعیتی مناسب شکار خود را بر زمین بزند.